بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در آیات قبلی الله متعال بیان کرد که شما مسلمان ها وقتی که مسلمان قرآنی هستین، مطابق قرآن عظیم‌الشان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی میکنین، ایمان به قرآن و سنت دارین، عقیدتان هم از قرآن و سنت میگیرین، به این حساب شما مسلمان ها این عقیده را پیدا کردین که اصحاب کهف جوانایی بودن که اونا اولیاء الله بودن، دوستای الله بودن، جوان بودن و به خاطر عقیده توحید مجبور شدن که به یکی از مغاره های کوه پناه ببرن و در اونجا تحت حفاظت الله قرار گرفتن. و حتی اولیاء الله چون بنده های الله هستن، به الله محتاج هستن و می احتیاجشان به الله سبب میشه که حتی در پهلو گشتاندن در خواب، ما شما دیدیم که اصحاب کهف وقتی که به خواب رفتن، الله متعال گفت به امر ما، به قدرت ما، و وقتی که در خواب ماندن 300 و چند سال که اونجا بودن، او هم به قدرت الله، و وقتی که دوباره بیدار شدن به قدرت الله. و حتی در جریان خواب به خاطر که پهلوهای از زنا آسیب نبینه و نقلبهم ذات الیمین و شمال، ای چی است؟ ای هم به قدرت الله متعال. پس این یک درس عقیده هست که اولیاء الله، دوستای الله، کسانی هستند که با وجود از که مقام ولایت دارن، کرامت دارن، لکن بازم محتاج هستند به کمک و مساعدت الله. علم غیب نمیفهمن، خودشان محتاج هستند، کرامتشان به دست خودشان نیست، الله برشان کرامت میته و اینا در هر لحظه زندگی و حتی در کرامتهای خود به خالق متعال چی دارن؟ احتیاج دارن. بنابراین ایمان داشتن به اولیاء الله جز عقیده قرآنی هست، دوستی و محبت به اولیاء الله جز از عقیده قرآن است. اما دادن صفات الله به اولیاء الله که اینا میتونن شفا بدن، میتونن زندگی بدن، میتونن مرگ بدن، میتونن چی کنن؟ زندگی و مرگ، و میتونن حتی یک کس را اولاد بدن، و میتونن که مثلا برای کسی علم غیب داشته باشن، از غیب خبر باشن. اینی که باز افراط از در شأن اولیاء الله که مخالف قرآن و سنت است. حالا الله متعال بعد از اینکه در مورد اصحاب کهف گفت، عالمه در دو بنده دیگه خود، دو بنده هم یکی از بنده هایش موسی علیه السلام است و یکیش خضر علیه السلام است. در قسمت موسی علیه السلام ما و شما میفهمیم که یک پیغمبر اولوالعزم است، معصوم است، خالی از گناه های کبیره و صغیره هست. لکن بعضی اوقات میشه که یک پیغمبر به اساس خواص انسانی خود یگان سخنی را میگه، حتی امو سخن عادی هم که یک پیغمبر میگه، الله متعال دو هم ایره محاسبه میکنه و برش نشان میده. خضر علیه السلام الله متعال یک مقام و منزلت خاصی داده بود و بعضی علما میگن که چی هستن؟ خضر علیه السلام پیغمبر است و بعضی ها میگن که پیغمبر نبود ولی الله متعال برش بعضی علوم آموختانده بود که در حقیقت برای موسی علیه السلام الله متعال قدرت خدا نشان داد که و فوق کل ذی علم علیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله متعال میگه که و اذ قال موسی، و هنگام گفت موسی علیه السلام لفتاه، برای ازموی جوانی که خدمتگارش بود، لا ابرحو، همیشه می قسم ما و شما دوامدار حرکت میکنیم، حتی تا زمان حرکت میکنیم و میریم که ابلغ، برسیم مجمع البحرین، در جایی که دو بحر یا دو دریا با هم چی میشن؟ یک جا میشن. او امد حقوبه و یا ای که ما و شما امت پیش رفته میریم دیگه مدتهای دور تا هر قسمتی که رسیدیم. چون الله متعال بر موسی علیه السلام گفته بود در روایات می در صحیح البخاری که وقتی از موسی علیه السلام پرسان شد که عالم کی هست، آیا از تو که عالمتر در زمین یافت میشه، موسی علیه السلام به اساس امو عقیده که داشت، به اساس فهمی که داشت،
موسی علیه السلام فهمید که ما پیغمبر هستم و اول العزم هستم و بالای ما وحی آمده. بنابراین موسی علیه السلام گفت من تصور میکنم که از مکه کسی دیگه در زمین عالمتر نباشه. لکن در امینجا هم یک لغزش است، چرا که موسی علیه السلام باید اینجا میگفت که و فوق کل ذی علم علیم، ما به مو اندازه میفهم که الله برام علم داده، مثل که ملائکه برای الله گفتن که لا علم لنا الا ما علمتنا. این هم باید امی قسم، چون ملائکه معصوم هستن، این پیغمبر معصوم باید اما یک جمله را استعمال میکرد که میگفت ما علم ندارم مگر به مو اندازه که الله بر ما علم داده. لکن موسی علیه السلام تصور کرد که برای ما وحی داده شده و حکم داده شده، پس ما دیگه از مکه عالمتر یافت نمیشه. الله متعال برش امیر ثابت میکنه که نسبت به هر کسی عالمتر هست و علم الله متعال برای هر کس علم میته، برای هر پیغمبر معجزه میته، برای هر ولی کرامت میته، اما عالم الغیب و شهاده الله هست. از این خاطر همیشه انسان باید به عجز خود، به عدم علم خود در مقابل الله متعال با عاجزی خود اعتراف بکنه. و حتی در بین انسان ها هم بعضی کسا هست که فکر میکنه ما بسیار عالم هستم، لکن وقتی انسان یک چیز را میخونه، درس تفسیر میته، میگه والا ماشاءالله چه خوب من اینه درس تفسیر دادم، اما یک مفسر دیگر که تفسیرش میبینی، یک عالم دیگر علمش میبینی، باز خودت میفهمی که از مکه خود این خود 100 چند 200 چند 1000 چند دیگه علما عالمتر هستن، فهمیده تر هستن. پس الله متعال بر موسی علیه السلام گفت که بعضی چیزایی رو تو نمیفهمی که او رو ما بر تو یاد ندادیم، به یک بنده دیگه خود یاد دادیم، تو برو پیش از او شاگردی بکن. با وجود اینکه پیغمبر هم هستی، پیغمبرها کلشان شاگرد ملائکه هستن، ولی در انسان ها بر موسی علیه السلام گفت که حتی برای دیگه انسان ها هم علم را من میتونم که تو برو پیش از او شاگردی بکن. و این معجزه موسی علیه السلام هست که الله متعال برش اینه چی میکنه، نشان میده. اگرچه این به مقام و منزلت موسی علیه السلام هیچ کدام لطمه وارد نمیکنه و باید در این قسمت افراط و تفرید هم نشه که بعضی کسا افراط میکنن که این پیغمبر خضر ولی بود و پیغمبر موسی نبی بود و بعضی اوقات مقام ولی از نبی که بلندتر است. این اشتباه هست و این غلطی هست، بلکه بر از او شخصی که الله متعال عمیق علم داده بود که بر موسی علیه السلام ثابت بکنه که از موسی علیه السلام که هم کس دیگه که الله برش علم بده عالمتر پیدا میشه. اما موسی علیه السلام پیغمبر است، اولو العزم است و رتبهش از رتبه اولیاء و حتی از بسیاری انبیا که بلندتر است، چرا در بین پیغمبرها 5 پیغمبر است که اونا پیغمبر هم هستند و اولو العزم هم گفته شده. بنابراین موسی علیه السلام رتبهش بلند است. نباید انسان اینقدر افراد بکنه که مثلا یک شخصی را که یک 3-4 موضوع الله بر از او علم و خبر داده با زور از یک پیغمبر اولو العزم کنه برتر بدانیم. یعنی مسئله اعتقادی بسیار مهم است. الله متعال میگه فلما پس هنگامی که بلغ رسیدن موسی امرای جوانی که خدمتگارش بود، مجمع بینهما در بین امو جایی که دوتا چی میشدن دریاها با هم یک جای میشدن، نسیا حوتهما، امو علامی که الله بر موسی علیه السلام وحی کرده بود که علامتش همی است که شما امرایتان ماهی میگیرین و از ماهی میخورین، همی غذایتان در هر جایی که گم شد بفهمین که اونموجه امو شخص پیدا میشه. فاتخذ سبیله فی البحر، باز امی ماهی راه خود در چی گرفت؟ در بحر گرفت، سربا اما تو حرکت کردم. فلما سراب، خب ما و شما میفهمیم سراب امی روشنی که در آن میباشه، امی ماهی هم امی قسم گفت مثل سراب باره، اما تو در سر بحر اما تو حرکت کرد تو وس اما تو رفت و داخل بحر شد. لکن موسی علیه السلام و این جوانی که همراهش بود او را ندیدن. فلما جاوزا، پس وقتی که موسی علیه السلام و امی جوانی که همراهش بود از این منطقه تیر شدن، قال لفتاه، برای امی نوجوان گفت که آتنا غداءنا، بیارم غذایی که ما و شما آماده کردیم. اصلا غدا در زبان عربی نان چاشتا میگن. خب این وقت چاشت از پیش میگه که امون نان چاشتا بیار که بخوریم. لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، ما یعنی یافتیم، لقد لقینا یعنی روبرو شدیم، من سفرنا هذا، از این سفر ما، نصبا یعنی نصب اینجا به معنای گرسنگی و زحمت، یعنی خسته شدیم، خیبرم و غذای چاشت ما را که بخوریم. قال ارأیت اذ آوینا الی الصخره، برشمی جوان میگه آیا ندیدی ای موسی علیه السلام
اذ اوینا وقتی که ما نشسته بودیم الی صخره دمو یک سنگ دیگه چی شد؟ یا استراحت کرده بودیم، اوینا معوا گرفته بودیم یا نشسته بودیم یا استراحت کرده بودیم بالای امو صخره. صخره امو سنگ بسیار بزرگ است که انسان وقتی که خسته میشه میره قرار سر یک سنگ بزرگ راحت میباشه، از ریگ کرده بالای امو سنگ میشه. فانی نسیت الحوت، میگه اونموجه ما فراموش کردم ماهی را، و ما انسانیه الا شیطان، و فراموش نکرد ایره بالای ما الا شیطان ان اذکره که ما او را یاد کنم. اموجه ما دیدم که همین ماهی پرید و رفت و ما فراموش کردم که بر شما بگویم که ماهی خداوند قسمت رفت دریا. و اتخذ سبیله فی البحر عجبا، و اتخذ و گرفت ماهی سبیله رای خدا فی البحر دمو دریا عجبا به طریق عجیب. یعنی ماهی که اونا گرفته بودن ای از بین امو چیزشان مبرایه و به یک شکل خاصی در دریا، پیشتر که گفت که سر با حرکت میکنه مثل سراب باره دیگه. این جوان برش میگه والا ما فراموش کردم باز بر شما بگیم که ماهی خوج افتاد، ماهی خود رفت او دیگه از پیش من. قال ذلک ما کنا نبغی، موسی علیه السلام گفت این ما آنچه بود که کنا بودیم نبغی امور جستجو میکردیم یا هدف ما بود. هدف ما میجا بود که در جایی که ماهی چی میشه. قال گفت موسی علیه السلام ذالک اینمی هست ما آنچه که کنا بودیم نبغی که او را ما چی میکردیم جستجو میکردیم. فرتد علی آثارهما قصصا، فرتد پس برگشتن. تا قسمت زیاد رفته بودن. یک درس عقیدتی گرفته میشه که پیغمبر موسی علیه السلام پیغمبر بود ولی علم غیب نداشت. علم غیب نداشت که حتی ماهی که اونجا از پیشان افتاده بود او را هم خبر نشد. فقط به اساس وحی که الله برشان میده. یک درس عقیدتی یادداشت بگیرین که یکی علم غیب است، یکی اخبار عن الغیب است. علم غیبی است که یک کس خودش علم غیب داشته باشه و در فهمیدن امور غیب و غایب گذشته و حال و آینده به کس دیگه نیاز نداشته باشه که این علم غیب مخصوص الله متعال است. یکی اخبار عن الغیب است که یک کسی، یک پیغمبر خبر از غیب میده به اساس وحی. بر پیغمبر توسط جبریل امین خبر میرسه که ای رسول الله صلی الله علیه و آله اینی علامت قیامت است، ای رسول الله صلی الله علیه و آله اینی گپ میشه، ای موسی علیه السلام فلان شخص در فلانی جا میبینه. این اخبار عن الغیب میگن. پس پیغمبرا عالم الغیب نیستن، مخبر عن الغیب هستن. متوجه هستن؟ پیغمبرا علم غیب ندارن لکن آنچه را که برشان وحی داده میشه از غیب او را بیان میکنن. پس موسی علیه السلام اینجا عالم الغیب نبود. اگر علم غیب می داشت میامد امی موضوع را بر از جوان میگفت که الا که ماهی رفت در فلانی منطقه هستیم فلانی جای این شخص پیدا میکنیم. الله برش خبر داده بود که در جایی که ماهی شما گم شد اونمون منطقه هست که خضر علیه السلام شما پیدا میکنین. خضر علیه السلام وقتی که اینا رسیدند اونجا ماهی گم شد، موسی علیه السلام خبر نداشت. حالا میگه بیار غذای ما را، ماهی را بیار که بخوریم. میگه ماهی خو از همون ظرف ما پرید رفت. کجا پرید؟ گفت اون قسمتی که ما و شما سر از سنگ شیشته بودیم. موسی علیه السلام خو خچور والله میگه من فراموش کردم. همین گپ همینجا میگه که موسی علیه السلام علم غیب نداشت بلکه همین چیزی که برش الله وحی میداد اما قدر میفهمید. خب قال ذلك ما كنا نبغي، موسی علیه السلام گفت اوه ما خمیر طلب میکردیم هر جایی که ماهی گم شود. فرتد پس برگشتن علی آثارهما که پس تا جایی که آمده بودن پس از اینجا رفتن قصصا اما تو تفحص کنن. پس با مطرف همون سنگ که در اونجا واششته بودن و در منطقه که مجمع البحرین بود پس اونجا رفتن. فوجد عبد من عبادنا، وقتی که در اونجا رسیدن دیدن که یک شخص بنده ای از بنده های ما. الله متعال میگه این خضر علیه السلام بنده ما بود و به امر ما اونموجه منتظر از اینا استعاده بود. آتیناه رحمه، الله میگه ما برش رحمت داده بودیم. پس خضر علیه السلام به رحمت ما نیاز بود. میگه ما برش یک رحمت داده بودیم. رحمت چی است؟ علم است. ما برش علم داده بودیم من عندنا، از جانب خود ما. الله متعال میگه امی قسم که برای موسی علیه السلام علم داده بودیم، مثل که به آدم علیه السلام علم داده بودیم، به رسول الله صلی الله علیه و آله علم داده بودیم ما دادیم، امی قسم برای زی خضر هم ما برش علم دادیم. علما میگن پس از عبادنا و آتیناه رحمت من عندنا. بعضی از علما از این دلیل میگیرن که خضر علیه السلام پیغمبر بود
ولی بعضی علمای دیگه میگن که نخیر، پیغمبر نبود، تنها الله متعال برش یک علم داده بود، مثل که برای لقمان علیه السلام حکمت داده بود. و الله متعال میگه که فوجد عبدا من عبادنا، یافتن یک بنده از بنده های ماست. وقتی که بنده شد، چی معنی بنده شد؟ که خودش در بند احکام الهی است، خودش بنده است، نه ای که خودش میتونه از دل خود هر کار بکنه. اللهم الا آنچه که الله برش علم میته، آتیناه رحمت من عندنا. باز الله متعال میگه که شما در قسمت ای اشخاص زیاد افراط نکنین که ای بسیار عالم است و ایره میفهمه و سرنوشت مرا میفهمه و سرنوشت تو را میفهمه. و بعضی کسا در قسمت خضر بسیار افراط میکنه، میگه عالم زنده هست. سند نیست در قرآن که او زنده باشه. بعضی کسا میگه او عالم زنده هست و او عالم علم داره، اگه کدام وقتی گیرش کنی دستش بگیری بر تو بسیار پیسدار میشی و مچم آینده تا خبر میده و مستقبل تا خبر میده. کجا میده؟ میگه یک وقت شیخ حسن جان هم در کدام مصر رفته بود، یک نفر که دیده بود خونجا مردم کلا ریش کل میکنه، این ریش کلان داشت و لنگی کلان داشت. میگه یک نفر آمد دست من محکم گرفت، کل که من میپاله. میگه تو چرا میکنی؟ میگه بر ما گفتن که کلککش استخوان نداشت، این خضر است. باز میگه کل که من رسید، من برش گفتم ز مولا حسن جانم پاکستان راغلایم چیشه خدریم چه به عقلی که فهمیدین. اینا بعضی مردم ها که هستن در قسمت ایش شخص که خضر علیه السلام است سرازی بسیار افراط میکنن. و عالم خضر زنده نیست. چرا؟ زندگیش ثابت نیست. اگر زنده می بود، بغیر از پیغمبر یک پیغمبر زنده هست که او عیسی علیه السلام است و الله متعال او را اونجا برده و در قرآن ثابت است که در قیامت، در قرآن و سنت ثابت است که باز نزدیک قیامت می و صلیب مشکرانه این هست. اما از خضر علیه السلام ثابت نیست. این وقتی که از خضر علیه السلام ثابت نیست، اگر کسی این میگه که زنده هست، این تهمت سر غیب میکنه و سر خود خضر علیه السلام هم تهمت میکنه. چرا؟ در قرآن میگه که وقتی که اگر هر پیغمبری اگر میامدام، خود عیسی علیه السلام هم که در آخر زمان بیه با قرآن سنت که بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده به این حکم میکنه. چون کتاب خودش چیست؟ کتابی که بالای از نازل شده بود این منسوخ شده است. پس عیسی علیه السلام هم به رسول الله صلی الله علیه و ایمان می داشته باشه و عیسی علیه السلام هم. اینا اگر خضر زنده باشه، رسول الله صلی الله علیه و گفت که هر کسی که باشه، یهودی باشه یا نصرانی باشه یا هر کسی باشه که قبلا باشه، مکه آمدیم ایمان نبیاره، این کافر میشه. آل خضر علیه السلام پیش پیغمبر سم چرا نامد؟ اگه زنده می بود چرا نامد پیش پیغمبر سم کلمه شهادت نخواند؟ چرا نامد پیش پیغمبر سم در صف جهاد کرد جهاد نکرد؟ چرا در پالیش استاد نشد؟ متوجه هستین؟ این کلش ثابت میکنه که کسایی که میگه که خضر علیه السلام زنده هست، سر خضر هم تهمت میکنن، سر وحی هم تهمت میکنن، سر الله هم تهمت میکنن. و من اظلم ممن افترى علی الله کذبا. کی ظالم تر است که سر الله تهمت بکنه، سر قرآن تهمت بکنه، سر پیغمبر تهمت بکنه، سر اولیاء الله تهمت بکنه؟ بناهن سر خضر علیه السلام چیست؟ الله متعال میگه اولی بنده ما بود، رحمت علم بود، ما برش دادیم، از جانب خود برش دادیم و علمناه من لدنا، این ما تعلیم دادیم علم ها. بعضی کسا میگه بعضی اشخاص علم لدونی می داشته باشه. چی معنی علم لدونی می داشته باشه؟ میگه اما تا هیچ ضرورت به کتاب و قرآن و سنت نداره و این علم برش پیدا میشه، اما از جانب الله میداده. این علمی که الله متعال برای پیغمبرا میته و برای اینجا برای خضر علیه السلام داد، در قرآن و سنت ثابت است. اگر یک کسی دیگه میخیزه و اینجا در مجلس میگه ای نصیب من چی دارم؟ بر ما علم از چی شد؟ که کسی شیشته بده میگه من علم دارم لدونی. قرآن از روی صحیح خواندن نمیتونست، حدیث خو هیچ نمیفهمید، احکام دین هیچ نمیفهمید، معنای قرآن نمیفهمید، باز میگه نه صاحب من علم لدونی دارم. چی معنی؟ باز میگه یعنی من علم غیب دارم، بسیاری غیبیات و ایگپا را میفهم، در حالی که الله متعال نگفته در این قرآن که خضر علیه السلام علم غیب داشت. چرا؟ عالم الغیب کیست؟ الله هست. اینا اگر کس میگه که یک کسی برش علم غیب پیدا میکنه و علم لدونی رو به معنای علم غیب تفسیر میکنه، این در حقیقت صفت الله را به کی میته؟ به یک مخلوق میته و این شرکی را در چی میگه؟ شرک در اسماء و صفات. متوجه هستید؟ قال له موسی، میگه موسی علیه السلام وقتی که دید، چون الله متعال برش وحی کرده بود، این حال وقتی که برای یک پیغمبر وحی شوه، موسی علیه السلام چرا می پیش از شاگردی میکنه؟ وحی برش میشه. الله متعال برش میگه برو پیش فلان نفر درس بخوان. آل موتور الله متعال چی گفته؟ گفته قرآن بخوان، سنت بخوان. متوجه هستین؟ آل موضوع مکلفیت ما چی است؟ بریم پیش یک شخصی که او قرار اونجا شیشته باشه، نه قرآن و سنت نمیفهمه، پیش از او درس بخونیم،
یا نه؟ رسول الله صلی الله علیه و وصیتش برای ما و شما چی بود؟ که بر شما دو چیز ترک کردیم، کتاب الله و سنتی، قرآن و سنت ترک کردیم. اینمی هدایت است. این ما و شما و کامل است. اگر کس میگه قرآن و سنت ناقص است، ما میریم پیش فلانی شخص که نقصان قرآن و سنت تکمیل بکنیم، این کفر است. چرا که الیوم اکملت لکم دینکم. و اگر کسی میگه از شخص دیگه برتریت است نسبت به قرآن و سنت، اینجا برش مشکلات اعتقادی پیدا میشه. از این خاطر کسایی که قرآن و سنت درست نمیفهمن، بسیاری وقتا در این مسائل افراط و تفرید میکنن که قرآن نقطه به نقطه بخوانین و از کلمه به کلمه قرآن استفاده بکنین. قال له موسی علیه السلام، چون برای موسی علیه السلام الله وحی کرده بود که برو پیش از شخص ببین که بعضی چیزها را برات میآموزانه، یاد بگی ببین که چی میگن. موسی علیه السلام با وجود که پیغمبر است، اول العزم است، پیغمبر اول العزم هم تسلیم امر الله است. و در مقابل یک شخص دیگه میشینه و برش میگه میشه که من از تو پیروی بکنم، شکستگی را نشان میده. بعضی کساست که کمک یک 4 صفحه درس یاد گرفت، باز میگه اوه من سر از استاد و سر از فلانی و یک نظر در نظرم نمیاد، پیش از این چطور برم درس بخونم؟ موسی علیه السلام که یک پیغمبر اول العزم است، میره پیش یک کس دیگه که میفهمه که الله برش گفته که عالم است، برو پیش از او بشی و درس بخوان. موسی علیه السلام میاد پیش از این برش میگه هل اتبعک، با بسیار عاجزی برش میگه که آیا میشه از شما من متابعت بکنم؟ علی ان تعلمنی، به ای که شما مرا تعلیم بدین، مما علمت، از آنچه که شما آموختین رشد را، از راه درست و راه مستقیم. قال ای شخص برش میگه، خضر علیه السلام برش میگه انک لن تستطیع معی صبرا، شما امرای ما صبر کرده نمیتونین. چرا؟ در این زمان که از حکم الله یک حکم است، لکن بعضی اوقات است که در ظاهر انسان بعضی چیزها را نمیفهمه. وقتی که نفهمید بی صبر میشه. بعضی چیزا شما حکمتش نمیفهمین، بی صبر میشین. مثلا وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله امرای کفار قریش معاهده را بسته میکرد، مشرکین نه، حدیبیه، ظاهر از این متن که بود، چون رسول الله صلی الله علیه و آله وحی است بالایش، ظاهرش رسول الله صلی الله علیه و آله این حکمت هم میفهمید، اما صحابه نمیفهمیدن، علم غیب نداشتن. بعضی از صحابه خیسن اعتراض کردن که یا رسول الله صلی الله علیه و آله، ما آمدیم این میجه برای شهادت، ما آمدیم که میجه کشته شویم، متوجه هستین؟ پس چطور شما تو یک بندی را نوشته میکنین که اگر از شما کسی آمد پیش ما رو پس بر شما نمیتیم، اگر از ما پیش شما آمد باز چی میکنیم؟ از ما را باز میتین. یعنی تو معاهده یکیشی بود که اگر قریش امسال شما حج کردن نمیتونین، برین با سال آینده بیاین، و اگر در این جریان که 10 سال که ما شما، چند سال که ما شما صلح داریم، اگر از شما پیش ما کسی ما آمد باز رو ما پس نمیتیم. یعنی اگر مسلمان کافر شد او را ما پیش خود نگاه میکنیم، اگر از ما کسی مسلمان شد پیش شما آمد، شما باز مجبور هستین که چی کنین؟ پس تسلیم بکنین. مثل که رسول الله صلی الله علیه و ابو جندل وقتی که آمد، اوه نفر گفت صلح نوشته کرده بود که بتی، پس بیچاره را در دستش تسلیمش کرد. نه اینال اینجا صحابه حکمت نمیفهمیدن. ما و شما چی میکنیم؟ حکمتش صحابه نمیفهمیدن. یک دفعه صحابه گفتن که یا رسول الله این چه قسم صلح هست، ما ایره چی نداریم، این برای ما بسیار مشکل است. صحابه خو حکمتش نمیفهمیدن، ظاهر خطا که سهل میکنن یک قسم است. بالاخره حتی وقتی که رسول الله هم گفت که برین دیگه حالا یا احرام بسته کرده بودین، برین حلق بکنین، خود از احرام خلاص کنین. کل ازیا گفتن که نه یا رسول الله صلی الله علیه و آله، اینجا سر ما بسیار ظلم شده، این قریشی ها بسیار از زور استفاده کردن، ما میخوایم که چطور. آخر رسول الله هم داخل خیمه رفت و مشاور سیاسی رسول الله صلی الله علیه و آله ام سلمه بود. یعنی سعی کنین مقام زن در اسلام، در اینجا مشوره کی برش میتوال در این مشکل خطرناک سیاسی. رسول الله هم در خیمه داخل شده، این تو پرده زدگی اونجا داخلش در حجاب کی نشسته؟ ام سلمه رضی الله عنها نشسته. یک زن با شخصیت است، یک زن با ایمان است و یک زن سیاستمدار است، یک زن با فراست است. رسول الله صلی الله علیه و سلم داخل میشه، برش میگه که چی حالت است؟ چرا؟ میگه صحابه سر خود کل نمیکنن، خفه هستن از این متن که نوشته کرده، میگن در حق ما بسیار مشرکین ظلم کرده. و رسول الله هم گفت اگر 5 دقیقه دیگه می کارو نکنه کل از کافر میشه.
سلمه چون شخصیت بسیار عالی بود و بسیار سیاستمدار بود و بسیار اسلام شناس بود و بسیار جامعه شناس بود، متوجه هستین؟ کل چیز درک میکرد. بر رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که ببین ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینا تصور میکنه که شما ایره ترحما بالای زنا کردین. اونا میگن ما رحم کار نداریم، ما میخوایم که جهاد بکنیم، ما میخوایم شهید شویم، ما میخوایم که هیچ چیز قبول نداریم. اما او خبر نداره که حکم وحی است بالای تو. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه چطور میکنم بر از اینا؟ میگه که بخیز برو سلمان بخوای که سرت را چی کنه، کم کنه محیط یا کل بکنه. وقتی که خودت از احرام برآمدی با صحابه میفهمه که امر چی است، قاطع است دیگه، اینجا اجتهاد نیست، سوال موال نیست، باید عاجل. و رسول الله صلی الله علیه و سلم به اساس مشوره سلمه رضی الله عنها میبره و سر خود چی میکنه، تراش میکنه. وقتی که سرش کل میکنه تراش میکنه، کل صحابه دویده حرکت میکنن و میاین و چی میشن؟ چی معنا میتونه؟ گپ سر است که بعضی اوقات بعضی چیزا هست که وقتی که از طریق وحی بیان میشه ما و شما حکمتش نمیفهمیم. وقتی که حکمت نفهمیدیم، بعضی کسا حکمت نمیفهمه، باز از پیش اشتباه میشه. دمیجه الله متعال بعضی کار اوامر است که مخالف شریعت نیست، متوجه هستین؟ یعنی خضر علیه السلام مطابق شریعت کار میکرد، مطابق امر الله کار میکرد، لکن او کاری که خضر علیه السلام میکرد حکمتش موسی علیه السلام الله تعلیم نداده بود. حکمتش برای کی گفته بود؟ برای خضر علیه السلام گفته بود، به خاطر از اینکه موسی علیه السلام بفهمه که بعضی چیزا هست ما هم ولا نمیفهمم، ما هم علمش ندارم. خب خضر علیه السلام برش گفت که قال انک لن تستطیع معی صبر، شما امرای من موسی علیه السلام نمیتونین صبر بکنین، به خاطر از اینکه بعضی چیزایی هست که ظاهرش یک قسم است لکن او کار حکیمانه هست، اما خودت حکمتش درک کرده نمیتونی. و کیف تصبر علی ما لم تحط به خبره، و برش میگه و کیف تصبر، ای موسی علیه السلام چطور شما میتونین صبر بکنین علی ما لم تحط به خبره، با آن چیزی که برای شما خبر داده نشده یا اخبار غیب بر شما نشده. یعنی برای من از غیب وحی شده، خبر داده شده است و بر خودت همین موضوع خبر داده نشده. بناهن ظاهرش یک قسم است و باطنش موافق شریعت است، خود ظاهرش شکل است که خودت حکمتش درک کرده نمیتونی. قال موسی علیه السلام برش گفت که ستجدون ان شاء الله صابرا، برش گفت که دو ادب است که شاگردا همیش داشته باشن. یک ادبی که موسی علیه السلام برای گفت ان شاء الله من صبر میکنم، صابر میباشم. از این خاطر می شاگردایی که صبر نمی داشته باشن زیاد فاجعه میکشن، باز استاد بسیار خسته میسازن. همین یک چیزی که بر استاد بسیار بدش میایه، همین دان شاگردش که هم تو واز بانسونش، این طرف هم سعی کنی یک نفر دانکش واز میشه، اون طرف هم سعی کنی همین کل مغز آدم هم تو گد ود میشه، مثل همین فاجعه مثل ویروس وارس نه، هم تو ویروس باد میکنه، هم تو لایزر همین قلب مغز آدم خراب میکنه. یک دفعه می وردار درسن موسی علیه السلام گفت که اول ما صبر می داشته باشم، یعنی بسیار فاجعه نمیکشم، با ادب در درس میشینم و گپای کلش گوش میگیرم و خوب دقیق می باشم، اول این کارو میکنم. ولا اعصی لک امر، دوم ادب با امر استاد چی است که من امر تو را هیچ وقت مخالفت نمیکنم. اگر گفتی بیشی میشینم، اگر گفتی استاد باش، اگر گفتی درس شروع میکنیم، اگر گفت ختم. شاگردایی که بی ادب هستن همین دو کارا ندارن، اول صبر نمی داشته باشن در مقابل درس، در نیم درس میبراین، در نیم درس مثلا موبایلک خودم میگیره، در نیم درس خسته میشه بیرون زیاد میره، در نیم درس فاجعه میکشه، در نیم درس چشمای خدا پت میگیره. اینی بی صبری است. این صبر در اطاعت میگن، باید در اطاعت انسان بسیار صبر داشته باشه. دومی است که چی است؟ امر استاد خدا بسیار گفت شما استاد ما هستین، من امر شما را بخی 100% تطبیق میکنم. قال پس آل استاد برش امو شرط تدریس خدا میگه، هر جای یک استاد شرط چی داره؟ شرط تدریس داره. سیست نه؟ من همیشه در صنفا که میرم با یک شرط شما رو درس میدم که کس برای من فاجعه نکشه. خب متاسفانه اول کلگی شرط قبول میکنن، باز که درس شروع شد باز دیگه می فاجعه خود شروع میکنن. آل خضر علیه السلام وقتی که درس میده موسی علیه السلام چی میگه؟ برش میگه که خب میگه فإن تبعتنی، اگر تو از من متابعت میکنی، فلا تسألنی عن شیء، از هیچ چیز سوال نمیکنی، حتی احدث لك منه ذکر، تا که باز من در ختم عمل خود باز بر تو خبر بودم که چی گپ است. در اون وقت خودت هیچ عکس العمل باید نشان ندی.
فانطلقا، پس اینا حرکت میکنن. حتی اذا رکب فی السفینه، اردوشان سوار میشن در یک کشتی. وقتی که در کشتی سوار میشن، خضر علیه السلام میخیزه کشتی را، خرقها، یک قسمت کشتی را مثل که این دروازه است، اینا مثلا ما بگیم این دروازه را شق بکنن، بشکنن. اردوشان حرکت کردن، کشتی آمد پیششان. مردمی که در کشتی سوار بودن بسیار به موسی علیه السلام احترام میکنه، بر خضر علیه السلام هم احترام میکنه و اردوشان در کشتی بالا میکنه. خب اردوشان شیشتن، موسی علیه السلام میگه خب این شخصی که استاد ما هست و همیشه تقاضا داره که از استادش باید کارهای چی بکنه، هم بسیار لوکس بکنه، هیچ دیگه استادش باید هیچ اشتباهی نداشته باشه. خب ولو که اگر استاد یک اشتباه کوچک هم میکنه، فورا شاگرد میگه سگی استاد تو کارا میکنه. فانطلقا، پس هر دویشان موسی علیه السلام و خضر علیه السلام حرکت کردن. حتی اذا رکب فی السفینه، تا ای که هر دویشان رکوب، ما شما میفهمیم که سوار شدن، فی السفینه در کشتی، خرقها، شکستان امی کشتی را، قسمتش کی شکستان؟ خضر علیه السلام شکستان، استاد شکستان دیگه. قال، گفت موسی علیه السلام اخرقتها، آیا شکستان یا پاره کردی امی کشتی را؟ ای موسی علیه السلام گفت ای خضر علیه السلام اخرقتها، آیا پاره کردی ای استاد من؟ لتغرق اهلها، تا که غرق کنی اهل زیرا. لقد جئت شیئا امرا، یقینا تو انجام دادی یک کار ناشایسته یا عجیب و غریب یا زشت. قال، گفت خضر علیه السلام علم اقل، آیا نگفتم انک، یقینا که تو ای موسی علیه السلام لن تستطیع معی صبر، امرای ما صبر کرده نمیتونی. قال، گفت موسی علیه السلام لا تؤاخذنی بما نسیتو، حالا معذرت میخوام، میگه مرا مؤاخذه نکو، مرا ملامت نکو، بما نسیتو، به آنچه که من فراموش کردم، ولا ترحقنی، و مرا مکلف مساز، من امری عسرا، در کار من به دشواری، یعنی مرا به اوت چیزی که سخت باشه به او مرا وادار نساز. فانطلقا، باز اردو موسی علیه السلام و خضر علیه السلام حرکت میکنن میرن. حتی اذا لقی غلاما، تا ای که اینا چی میشن؟ روبرو میشن با کی ملاقات میکنن؟ غلاما، با یک نوجوان یا جوانی که هنوز بالغ نیست. غلام جوان، طفل نابالغ، مثلا سنای 7 ساله 8 ساله، اینیا که بالغ نیست هنوز. فقتله، پس خضر علیه السلام امی طفلک میگیره و قتل میکنه. قال موسی علیه السلام، باز اعصابش خراب میشه. این استاد بزرگوار با این شخصیت این کار میکنه. اقتلت، برش میگه آیا تو قتل کردی نفسا زکیتا، یک شخص، یک طفل، یک نفس زکی پاک، یعنی یک طفل معصومی را که بغیر نفس، در حالی که او در کدام قصاص هم نیست در مقابل نفس دیگه. لقد جئت، یقینا که تو انجام دادی، شیئا نکرا، یعنی یک کار بسیار منکری را انجام دادی. سپاره 16 شروع میشه. قال، میگه خضر علیه السلام گفت علم اقل لك، آیا ما برای تو نگفته بودم ای موسی علیه السلام انک لن تستطیع معی صبر، که شما امرای ما صبر کرده نمیتونین. قال، موسی علیه السلام گفت که ان سألتک عن شیء بعدها، اگر من سوال کردم از تو بعد از همین قسم یک سوالی را، فلا تصاحبنی، پس امرای ما هم صحبت نباش، یا مرا مثلا صحبت مرا یا همراهی مرا ترک بکن. قد بلغت من لدنی عذرا، یعنی تو رسیدی از طرف من، یعنی باز او وقت بلغت من لدنی عذرا، یعنی که تو دیگه باز او وقت معذور می باشی. یعنی اگر باز من سوال کردم دیگه، باز تو استاد دیگه باز عذرت داری، میتونی که به عذرت رسیدی، به عذرت باز میتونی که مرا چی کنی؟ از شاگردیت بکشی. موسی علیه السلام برش میگه قد بلغت، رسیدی، من لدنی، از جهت من، عذران، به عذر که استاد حق داره که شاگرد خدا بگه دیگه که تو کمرای من شاگرد. فانطلقا، باز میگه که اردوشان چی کردن؟ حرکت کردن، روان شدن. حتی اذا اتیا اهل قریه، آمدن به یک قریه. استطعما اهلها، یا وقتی که در قریه رسیدن بسیار گشنه بودن،
از مردم قریه خواستن، گفتن ما مسافر هستیم و از این قریه تیر میشیم، یک غذای چیزی بر ما آماده کنین، میمانتان هستیم. فابوی مردم گفت ما میمان کار نداریم. ابا ورزیدن، گفتن ما بر کس نان چیز داده نمیتونیم. فابوا ان یضیفوهما، پس اینا ابا ورزیدن که اینا را مهمان بکنن. ضیف میمانه میگن، یضیفوهما که این دو نفر چی بکنن؟ مهمان بکنن. خب وقتی که برای نان نداد، حالا خود قلب از یک چیز میمونه که این قریه چه قسم مردم هستن، حداقل یک دو نفر نان هم ندادن. فوجد فیها جدارا، آمدن تیر میشن سمی که یک دیوار است اونجا. یرید ان ینقض، امی دیوار میخواد که چپه شوه، یعنی خود دیوار نزدیک چی شوه؟ چپه شوه. خضر علیه السلام فورا میخیزه و امی دیوار را نمیگذاره که چپه شوه. پس چی میکنه؟ جورش میکنه. فاقامه، پس ایره استاد میکنه خضر علیه السلام. آل موسی علیه السلام خود دید که مردم میمانی هم نکردن، گشنام هستیم، دیوالشان هم در حالت چپه شدن بود. باز موسی علیه السلام برایش یک پیشنهاد کرد، گفت قال لو شئت لاتخذت علیه اجرا، گفت اگر خواسته باشی در مقابل از این چیز کارت. این مردم خب میمانی مفت ندادن، حالا که مشکل داشتن دیوالشان خراب بود، شما خیستین را جور کردین، میتونستی که در مقابل از چی بگیری؟ اجوره بگیری و از موجودی از او باز از پیشان غذا میخریدیم، یا برشان میگفتیم ما دیوار جور میکنیم برای ما در عوضش بر دو نفر غذا بتین. حالا دیگه خضر علیه السلام گفت هذا، قال خضر علیه السلام گفت هذا فراق بینی و بینک. اینه دیگه سه امتحان آوردم، در بیار سه امتحان خودت نتونستی صبر بکنی، این دیگه جدایی است، فراق جدایی است بینی و بینک، بین ما و خودت. سأنبئك بتأویل ما لم تستطع علیه الصبر. الله متعال برای خضر علیه السلام وحی فرستاده و همین کارهایی را که خضر علیه السلام کرده به اساس حکم الله کرده، مخالف حکم الله نکرده، منتها ظاهرش کاریست مطابق شریعت که حکمتش موسی علیه السلام از طریق وحی خبر داده نشده و صرف ای به خاطر از این هست که موسی علیه السلام بفهمه که و فوق کل ذی علم علیم. از این ما و شما مثلا تمام علما باید این درس بگیره که بعضی کسا را ببینی باز میگه که من بسیار عالم هستم، فلانی جاهل است. ما و شما کل ما باید اقرار بکنیم که جاهل هستیم. چرا حروف مقطعات است؟ الف لام میم وقتی که میخوانیم میگیم الله اعلم بمراده، چی معنی؟ من جاهل هستم، انا لا اعلم. وقتی که نفهمیدم جاهل شدم. کاف ها یا عین صاد، الله اعلم بمراده، یعنی معنیش است که من چی هستم؟ جاهل هستم. الله متعال بر رسول الله صلی الله علیه و خبر داده از ما که در رسول الله صلی الله علیه و که امی بود، مکتب نخوانده بود و بهتر بود. ما که پانتون هم خواندیم بسیاری چیزا را نمیفهمم. پس او که ناخوان بود الله برش وحی داد، بر ما وحی ندادن. ما در مقابل وحی که بر رسول الله صلی الله علیه و آمده هست جاهل هستیم، بسیاری چیزا را انسان نمیفهم. از این خاطر انسان همیشه یک فقه را که انسان باید داشته باشه که متاسفانه او را بسیاری از حتی طلبه علم ما و شما چی که علمای ما ندارن، متاسفانه بسیار کم مردم است که این نعمت داده شده. او فقه الانکسار او را میگه که انسان باید چی باشه؟ همیشه شکسته باشه، خصوصا در مقابل الله، در مقابل کتاب الله، در مقابل دیگران خود ضعیف فکر بکنه، جاهل فکر بکنه، ناتوان فکر بکنه و دیگران را همه را از خود کده برتریت بده، دیگران را خوبتر و از هر جهت دیگران را ارزش بیشتر بده و علما را نسبت به خود کده عالمتر و دانشمندتر فکر بکنه. این فقه انکسار میگه. ولی متاسفانه از وقتی که می شهادت نامه لیسانس و ماستری و دکترا و رتبه های مثلا پوهنوال و پوهاند و این گپا برآمده، همین فقه انکسار روز به روز چی میشه؟ بیخی از بین میره و به عوض جای فقه انکسار فقه الاستکبار شروع شده. حالا باز تکبر بسیار داره. یک نفر که مثلا 12 پاس نیست، وقتی که 12 پاس برش شد بکالوریا پاس است، باز یک غرور پیدا میکنه. باز که لیسانس شد دیگه باز خوب دیگه مت شیطان دیگه مغزش مدره که دیگه فلان این نجار است و گلکار است، تو لیسانس هستی. باز که ماستر شد خیلی سلام نمیتیده. دکتر که شد خب باز توی در مقابلش آدم معلوم نمیشی. این فقه انکسار نیست، در حالی که شریعت همین هست که انسان هر قدر که علم داشته باشه تواضع کند، هوشمند گزین، نهد شاخ پرمیوه سر بر زمین. این فقه انکسار میگن.
شکست در مقابل الله، تواضع در مقابل الله و تواضع در مقابل خلق الله. تواضع کند هوشمند گزین، نهد شاخ پر میوه، یعنی شاخی که او خودش میوه داره، علمیت داره، ماستر است، دکتر است، بوهانوال است، بوهاند است. اینی چی میکنه؟ این شکست قبول میکنه و در مقابل بر دیگرها ارزش میده. به خاطر از اینکه خاتمه ما مستور است، نمیفهمیم که اینمی جوانی که ما تو در نظر ما نمیاد امی جنتی باشه، امی تو که با امی رتبه و کمال و کل چیز عبا و قواید دوزخی باشی. اون وقت بازم افتخار بکنه و خوشحال باشه و خیزک بزنه که باز بر مردم بگه که او مقرأ او کتابیه، ببین دفتر اعمال مثلا ماشاءالله مرا گفت جنتی هستین. هر وقت شهادتنامه جنتی گرفتن در روز آخرت گرفتی، وقت باز حق داری که چی کنی؟ خیزک بزنی و افتخار بکنی. اما حالی که است هیچ کسی نمیتونه با یک مزیگرا کده برتر هست. متوجه هستین؟ این فقه انکسار میگه که هر انسان دانشمند واقعی باید چی کند؟ نهد شاخ پر میوه. وقتی که میوه علم در وجود تو زیاد شد، وقت باید مثل درختای پر میوه وارد سرت به زمین بانی. همین درختایی که خوب میوه دارن شاخشون کدام طرف است؟ پایین آمده. او درختی که به میوه هست اما تو شاخش است. این حالا هر کس دیدی که اینه در روانشناسی اسلامی ما میخوانیم، در سایکولوژی، علم سیکولوژی قرآنی یا روانشناسی اسلامی همی است که هر وقت انسان را دیدی که خیز میزنه و بالا خیزک میزنه، بفهم که چی هست؟ این عالم نیست، جاهل است، علمش بر منفعتش تمام نشده. رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا میکرد، میگفت اللهم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم، الهی من به تو پناه میبرم از شر شیطان الرجیم. همین قسم که از شر شیطان الرجیم پناه میبرد از آتش دوزخ. اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر و عذاب النار. در پالوی از یک چیز خطرناک دیگه هم رسول الله صلی الله علیه و پناه برده که متاسفانه مردم متوجه از این نیست. میگه اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، یا الله من به تو پناه میبرم از علمی که منفعت نداره، که شهادت نامه من تو کد باشه و دیوالا از تحسین نامه و تزکیه و فلانی و دیپلمی گپا پر باشه، ولی لا ینفع، برای من هیچ منفعت نکردن، مرا مغرور ساختن، مرا متکبر ساختن. این فقه انکسار میگن. در سایکولوژی اسلامی، در روانشناسی قرآنی امی گپ میزنه که از کثرت خامی است که در جوش و خروش است، چون پخته شد و قابل دم گشت خموش است. اگر یک کس را میبینی که بسیار خیزک میزنه و جستک میزنه و موبایل دستش است و کلانکاری میکنه و اندامهای خود بر مردم نشان میده و لباسای عجیب غریب میپوشه، این چی است؟ میفهمین که خام است، شخصیت زی هنوز تکمیل نشده. اگر با شخصیتش چون پخته شد و قابل دم گشت خموش است. امی درس قرآن عظیمشان بر ما میده که الله متعال بر پیغمبری که بر از او گپ زد و کلم الله موسی تکلیما، الله متعال مستقیما که موسی علیه السلام گپ میزنه و موسی علیه السلام برش کتاب تورات میده و موسی علیه السلام پیغمبر اولوالعزم میسازه. یک روز از موسی علیه السلام ام یک کلمه میبره که میگه من بسیار عالم هستم، از مکه عالم تر نیست. الله متعال برش میگه که این موسی علیه السلام من عالم الغیب هستم، برای یک مخلوق عادی دیگه برو که چیزایی رو او بر تو یاد بده که تو خبر نداری. و همین چیز که موسی علیه السلام پیش خضر علیه السلام میه و خضر علیه السلام برای موسی علیه السلام عملا درس میده، میبرش کارایی رو میکنه که موسی علیه السلام حکمت از رو نمیفهمه. موسی علیه السلام میفهمه که آوا فوق کل ذی علم علیم، از هر عالم که عالمتر بزرگ دیگه هم یافت میشه. اینی چیز که فقه انکسار ایجاد میشه. فهمیدین نه؟ انکسار رو میفهمید چی مانا؟ انکسار از کثرت شکستن. وقتی که پیاله در زمین بزنی میگه کسرت کوبه، یعنی شکستاندم. انکسره به سین، انکسار، فقه الانکسار یعنی فقه شکست، که انسان همیشه باید منکسر باشه، خط منکسر باشه. خط منکسر چرا میگن؟ شکسته است، خودت مستقیم بالا نمیگیره، نهد شاخ پر میوه سر بر زمین. اینجاست. آل خضر علیه السلام بر موسی علیه السلام بیان میکنه و برش میگه قال، گفت خضر علیه السلام هذا فراق بینی و بینک، اینی وقت جدایی هست. فراق یعنی جدایی هست بین و بینک، بین ما و خودت. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیه الصبر. آل خضر علیه السلام بر موسی علیه السلام میگه سأنبئک، نبأ در زبان عربی خبر میگه، من براتون خبر میتم. سأنبئک ای سأخبرک، سأطلعک، من شما را خبر میتم، اطلاع میتم. بتأویل ما لم تستطع علیه الصبر، تأویل آنچه را که متوجه هستین لم تستطع علیه صبر، که شما سر از او صبر کرده نتانستین. یعنی حکمتش ما براتون چی میکنم؟ آل بیان میکنم.